سلام بچه ها، شما دوست دارید 0 تا 100 این پتینه برجسته رو آموزش ببینید؟ پس بدو تا با هم بریم ببینیم که چطور میشه این پتینه زیبا رو اجرا کرد. کارمون رو یک دست پرایمر میزنیم. پس با خمیر تکسچر سطح کارمون رو یک دست ماستیک میکنیم. دستمون رو به شکل چپ و راست حرکت میدیم و وسیله یه براش خشک خاک سطح کارمون رو میگیریم. میخوام بک‌گراند کارمو در بیارم. من میام رنگ توسی و طلاییمو رقیقش میکنم و به وسیله یه براش شروع میکنم رنگمو رو سطح کار زدن و با یه تنظیفه که از قبل مرطوبش کردم رنگ هامو با هم یک دست میکنم. این کار رو تا جای ادامه میدم که بک‌گراند کارم تموم بشه. جاهایی که هنوز بک‌گراند کارم رو رنگ بهش نزدم و به همون روش قبل که گفتم رنگتون رو بزنید و با یه تنظیف رنگاتون رو یک دست کنید. من روش صحیح شابلون گذاری رو تو پستای قبلم گذاشتم، میتونید به نگاه کنید. من شابلونم گذاشتم و الانم خشکه و میام به وسیله یه ابر رنگ طلایی اکریلیک و مشکیمو به ابرم میزنم و خیلی آروم تاچمو اجرا میکنم. عزیزای دل، اگه کارامو دوست داشتی کانالمو سابسکرایب کن، ویدیو هم لایک کن، بفرست واسه دوستات تا اونا هم بتونن ازش استفاده کنن و کارهای زیبا به وجود بیارن.